درود دوستان، خوش اومدین به کانال خودتون زبان رستامه. امروز میخوایم یه سری کلمه ها رو با هم کار کنیم. اگر اینا رو بلد باشید تقریبا حدود نیمی از اخبار متوجه میشید. در نظر داشته باشید که این کلمه ها اون معنی که به اخبار حالا بیشتر سیاسی اجتماعی برمیگرده رو من گفتم. خب بریم برای تکرارشون. Administration، حکومت، Administration. Agency، نمایندگی، Agency. Aggression، تجاوز، تهاجم، Aggression. Announce، اعلام کردن، Announce. Arm، تسلیحات، این arm معنی بازو رو ما کار نداریم، اینجا گفتیم اخباریش رو میخوام در نظر بگیریم به معنی تسلیحات. Army، ارتش، Attack، حمله، Attack. Appoint، منصوب کردن، Appoint. Anonymous source، منبع ناشناس، Anonymous source. Alert، هشدار، Alert. Assassination، ترور، Assassination. ترور، Asylum، پناهندگی، Asylum. Ban، تحریم کردن، با بایکوت مترادفه. حالا بعضی جاها بایکوت رو با یه دونه تی میبینید. Barrier، مانع، Barrier. مانع، Bill، لایحه، Bill. Bomb، بمب، Bomb. Bullet، گلوله، Bullet. خب ادامه میدیم. Border، مرز، Coup. کودتا، Ceasefire، آتش بس، Civil unrest. نارامی‌های داخلی، Casualties، تلفات، Condemnation. محکومیت، Crisis، بحران، Conflict. درگیری، مبارزه کردن، Confirmed news. خبر تایید شده، Colony، مستعمره، Compromise. مصالحه کردن، Conservative، محافظه کار، Constitution. قانون اساسی، Crime، جرم، Criminal. جانی، Citizen، شهروند، Coalition. ائتلاف، Clash. برخورد، Breaking news. خبر فوری، Death. مرگ، Diplomatic. سیاست خارجی. خب ادامه میدیم. Explosion، انفجار، Funeral. مراسم خاکسپاری، Factions. جناها، Gunfire. تیراندازی، Incident. حادثه، International reaction. واکنش بین المللی، Middle East. خاورمیانه، Military response. پاسخ نظامی، Militant group. شبه نظامی، Negotiations. مذاکرات، National security. امنیت ملی، Political. سیاسی، Proxy forces. نیروهای نیابتی، Peace talks. مذاکرات صلح، Press conference. کنفرانس خبری، Suspects. مظنونین، Security forces. نیروهای امنیتی، Mass protests. اعتراضات توده‌ای. Very good. خب ادامه بدیم. Retaliation. تلافی، Target. هدف، Threat. تهدید، Tension. تنش، Resistance. مقاومت، Violence. خشونت، War. جنگ، Air strike. حمله هوایی. خب دوستان الان تقریبا 61 کلمه مربوط به اخبار سیاسی براتون نوشتم و براتون تکرار کردم. سعی کنید اینا رو بنویسید، باهاش جمله بسازید و در طول روز همینطور که کارهای روزمره رو انجام میدین بذارید گوش کنید. این گوشتون آشنا میشه، میره تو زمین ناخودآگاهتون و توی حافظه بلند مدتتون و این خیلی بهتون کمک کننده است. اصلا سخت نیستن و اگر که چندین بار تکرار کنید و سعی کنید جمله و اخبار باهاش گوش کنید، مطمئنم که بیشتر از نیمی از اخبار سیاسی رو متوجه میشید. خب طبق روال همیشه آخر هر تدریس یه پراورب یا ضرب المثل داریم. حالا این
هم میتونیم بگیم پروورب هم اصطلاحه. add fuel to the fire. add fuel to the fire. آتش بیار معرکه. دوستان امیدوارم از تدریس امروزم لذت برده باشید. خیلی کاربردی بود، حتما استفاده کنین و لطفا فراموش نکنین که کانال ما رو سابسکرایب کنین. تا have a good day.